قربانی صابر هنرمند سال اعلان شد. امروز 22 январ ضمن نمایشنامه فردوسی در تئاتر لاهوتی سرمحرر هفته‌نامه تاجیکستان شریف همدمپور به قربانی صابر دیپلم هنرمند سال 2019 را سپرید. باید گفت که خوانندگان هفته‌نامه تاجیکستان از میان هنرمندان سرشناخته کشور بیشتر به جانبداری قربانی صابر آواز دادند، زیرا نام برده هنرمند فعال است. شرکت دائمی در فیلم ها و دوبلاژ به هنرپیشه معروفیت زیاد آورد. قرائت شعرها از جانب او در شبکه‌های اجتماعی تماشابین زیاد دارد. سال 2019 تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی اسپکتاکل فردوسی را از روی رمان همنام ساتی ملوغ‌زاده به صحنه گذاشت. نقش فردوسی را در این نمایش هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر اجرا کرد. اسپکتاکل مذکور تماشابین زیاد پیدا کرد و در هر روز نمایش تالار پر از تماشابین بود. این نمایش در جشنواره تئاتری کشور پرستو 2019 صاحب شاه جایزه شد. بعدا در جشنواره بین المللی تئاتری آرت اردو جمهوری قرقیزستان شرکت کرد و اجرا کننده این نقش اساسی آن قربانی صابر صاحب جایزه بهترین نقش مردانه گردید. واقعا هم هیجان زدم برای آنکه تمام عمر من میشمارم که در میان مثلا حتی برادرها در خانواده در عائله اگر یک روز مثلا تو را به حیث یک پیشروی ارج گذارن، آدم یعنی خیال میکند که بیهوده نزیستی. اما اگر این ارج گذاری میان جامعه باشد و یک روزنامه و که دسترس خیلی مردم زیادی میخوانند و یعنی و آوازدهی از طرف مردم صورت میگیرد، این واقعا هم باعث افتخار است. من خیلی یعنی افتخارمندم. تشکر به همه آنهایی که آوازشون دریغ نداشتن. من تشکر میگم. من در خیلی جشنواره ها در کشورهای گوناگون خدا را شکر جایزه های زیاد گرفتم، اما این جایزه وقتی که این گونه است، وقتی که تو تقریبا هیچ دعوایی نداری و خبرم نداری و یعنی انتخابات میکند مردم ناآگاهانه، اونا آگاهن اما تو آگاه نیستی و این بسیار مبارک است برای من و هر کسی که این کارا کرده است تشکر. من سرم به آسمان رسید. منتدار، زنده باشین، سلامت باشین. در همین روز ناخواست این جایزه را در حضور تماشابینانی که فردوسی را دیدن میسر میگردد. این خیلی واقعا باعث افتخار است. من یعنی حالا دل آدم میخواست از این بیننده هایی که نشسته بودن پرسیم که میارزد یا نه، و اگر من باوری دارم که اونا میگن که میارزد، چرا خیلی سخت است بازیدن نقش فردوسی حضور داشتن و افتخار در این پیراهن، در این مثلا لباسی که بابای فردوسی میپوشید برآمدن افتخار است و این جایزه را گرفتن دوباره افتخار است. من خیلی منت دارم. سلامت باشین.